سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خوش اومدید دوباره به چنل اف پیکسل و امروز من با یه ویدیوی جدید و جنجالی از ایونت ناروتو که اینجا بود. همونطور که دیدین چند روز اومده تو بازی، تقریبا 7 روزی میشه و این ایونت دیگه هم اومده راجع به ساسوکی، چه اسم تخمی بچه. این سته هستش، اسپین اولش هم رو زدیم، شانس بالایی داره و برامون این افتاد. بچه فعلا اسپین نزنین. چرا؟ چون تو بخش ایونت اینجا ساسوکی ووچر چیه؟ ووچره نگاه کنیم بچه. اگه پلی بدین 100 تا دمیج داخل رنگ بزنین و کلا یه بار در روز لاگین شین، آنلاین بشین. نگاه کنیم بچه، توکن بهتون میده که میتونین اینجا ووچراشو اکسچنج کنین و بیاین داخل لاکی رویال ازشون استفاده کنین. حالا من جم ندارم، میخوام از ووچر استفاده کنم و این ستو بگیرم، چون یه باگی از چنل هندیا تو شما که میتونین، هندیا کلا رو اکانتشون میلیاردی خرج میکنن و جمعشون کمتر از 2-3 میلیون نیست و بخاطر همون یه دونه باگ برام معرفی کردن که فقط با ووچر، اونم با مثلا 5 تا 6 تا بتونیم تکی بگیریم این سته رو. ولی خب بچه این واقعا شانسش کم، چون توکناش هم همش یکیه. اگه همه رو توکنم بده نمیتونیم حتی اینو بگیریم، چه برسه به این شانسش خیلی داخل سبیل خواهمینه کمه. ولی خب من یه تکی زدم، اینو بریم داد، ایناش بریم مدرکش بهتونشون بدم. ایناش یه دونه باکس رو اینجا برام داد. حالا ما جمی نداریم و سب میکنیم، فکر کنم 2 روز دیگه باشه، نه 3 روز دیگه میاد داخل بازی. ما میخوایم بریم رنگ پلی بریم ببینیم چه شکلی هستن. بچه بتل رنگ من که اصلا استارت نمیشه، هر کار بکنی استارت نمیشه، چه با اسکواد چه بدون اسکواد اصلا استارت نمیشه. کاراکترم هم پشمو تایتنگ آورد، فکر کنم قرار استارت. یه دونه آفر هم دارم، یه ساعت دیگه بیشتر تو بازی نیست، 100 جم ارزشی نداره. انشالله 300 جمی بیاد همین آفر رو خالی کنیم، همون ایونت رو. ست سایتی قشنگه بچه. این میگه اینجا کجا بود؟ میگه اگه 4 تا از این ستار داشته باشی که الان قشنگ 4 تاش تو گیم اومده. یکی ناروتوه داخل لاکی رویال، اینم داخل لاکی رویال، این داخل آفر میستری شاپ و اینم که خزه. میگه اگه 4 تاشو بگیرین یه دونه دنس قشنگم بهتون میده. فکر کنم ورود به اسکواد باشه، کنسی نگاه بزنم. نه ورود به اسکواد نیست، میتونین داخل بازی ازش استفاده کنید. پشمو چه دنسایی میده، مثل دنس وان پانچ من اگه یادتون باشه. اینم که دنس ناروتوه، اینم دنسی که داخل آفر میستر شاپ اومده. میتونین رایگان که نه با جم کمی، مقدار جم کمی بگیرین. البته شانستون ببینید آفر چند درصد براتون خورده باشه. مال من 78%. اینجا 219 تا جم میخواد که من فعلا ندارم، ولی انشالله براتون اینم میگیرم. این استارت نمیشه بچه ها، بریم داخل کلش رنگ. نگاه کنین این 26 ثانیه است و استارت میشه. یه بچه لایک و سابسکرایب زنگیلیاتون نره عشق من. این خودتون میدونید فقط با لایک و سابسکرایب و کامنت یه یوتیوبر، یه کسی که تا حالا یوتیوب نزده و یه چنل تازه تاسیس کرده میره بالا. حمایتتون واقعا پشمو چه باحاله، حمایتتون واقعا تاثیرگذاره. ما اینجا هیچی نمیخریم، همین کورت خودمون بهتره. باگموس هم که میشم 3 تا میلاد وینستون داداشم زدم. میلاد وینستون بچه چنلشو فراموش نکنین، داداشم چند وقت هست آنلاین شده و دوباره برگشته به پشم همه این بره. چند وقت هست که بچه ها همه برگشتن داخل گیم. بچه من کلاش رنگ اصلا خوب نیست، اگه می‌بینید بعد باز میکنم این برو بر دیگه ببخشید خودتون.
این رنج ریتش بیشتره. کیلمو بگیرم. پشمام هد خورد. چی؟ این چیه بابا؟ پشمام. یه دونه دیگه مونده. پشمام بچه ها خیلی باحال ایزی تونستیم راند اول رو بگیریم، ولی خب فشار زیاد بود. تک به تک من همیشه میرینم بچه ها. اینجا چی بگیریم؟ اینجا این 14 بگیریم یا اسکار آروفال، این همه شو خوبه. کینگفیشر هم داره پشمام. کینگفیشر اینجا بگیریم. چرا نمیدونم پایین؟ یخم رو زده. من اگه باگ موس نشم بازیم خوبه. عالی ایزی. باز مرد. آی آفلاینه. پشما اونو چرا زد؟ آقا یکی بیان اینو بزنه. بنازم. بیا بیا بیا. تو رو خدا بیا. تو رو خدا. لاشی بیا. من مردم. نشسته مدکیت میزنه. اینو نگاه کن. با کینگفیشر زد تو سرش. بنازم. این پروفایل چقدر باحال. من ندارم فکر کنم روی اکانتم. بچه ها لایک و ساب حتما بچه ها لایک و ساب رو بزنین که واقعا به انرژی میدین. یه دونه وستم نتونستم بگیرم، چه برسه باز دبلاپشم بکنم. این یاران هم که یار رندوم کلا همیشه همینجوری هست. بودنگان شد. نخواد چه فایده. ما دمش بود. بنازم. چه واقعا سخت یار رندوم اصلا نمیشه پلید. یه خودتون بدونید تا تهش بخونید. اصلا نمیشه. اسکار تایتان داره پشمو. چه پروفایل زیبایی. بنازم. یارمون اصلا بچه ها واقعا میگن یار رندوم نیارید داخل اسکواد که میرینه تو بازی. انشالله دست بعد رو دبل اسنایپ کنیم و اول یه دونه یخی بگیرم آجی. از گوشنگی که نماردم. بهتر با اسکوادم برم اینجوری بهتر. پشمو آجی اینا اصلا سگ پلیرن. اینا سگ پلیرن واقعا.
با پیسی نمیشه زدشون. به نازن داداشون لاغت کیلش کن کیلش کن مشتی کیلش کن. الان میره ریوایوش میکنه. الان میرین داداشون ووکانگ زده. تو انتظار داری بیاد به نازنینم که زوکش شد. اسکل نوب کمپریه دیگه جزاش همین. واقعا بچه سخته. میبینیم که من دمیج آدم بالاتره ولی خب هیچ کاری تا الان نتونستیم بکنیم و دبل اسنایپ هم چند وقت نبودم واقعا ریده. اسنایپ هم خوب دوریت هست لاغر. اون آدم چیه؟ پشمون بکردم انمیه. انمی ها اگه در بیان خیلی عالی میشه. یارمون که از نمیارم دارن یکی کیل میشه. ریدم. Double kill. Resources here. دیگه من تلاشمو کردم اون کیل نشد. من چیزی باز نفس نفر رو بزنم. یا 2 نفرشون رو زدم دیگه. واقعا کار دست من بر نمی اومد. بچه واقعا سخته باید درک کنین. به نظر خوب کم نشد. رنگ کنم پایینه. البته بریم با اسکواد بریم داخل گیم یکم رنگ ها کنیم دیگه کارش نمیشه کرد. به نظر بچه نگاه کنیم ووچراشو میتونین رایگان بگیرین. الان من سرسی دارم تقریبا میشه که نه دقیق میشه 13 تا توکن 13 تا ووچر که یه دونه اسپین 11 تایی بهتون میده و 3 تا تکی تقریبا میشه 14 تا. یه دونه رایگان 15 تا. بچه فیکس ها فکر نکنم اصلیش باشه. به نظر اصلیش نیست. یه نوب سگ شما نوبه. این سی اس بریم. به نظر اسکوادای نازو نمیاره. بقیه اسکوادام که خیلی مثلا ستشون به اندازه من گنگ باشه نگاه کنن منو ریم میکنن. داداشم عربی هن. edit 5 داره. بیا منو ریم کرد. اصلا هیچ تضمینی نمی کنم بچه که بتونم با اونه بازی کنم چون اصلا فشاری هم دیگه. حالا با این ست بریم ببینیم چی میشه. چون اینا یکمی خوبن دیگه تقریبا از نوب بیرونه. بیا نگاه کنیم بچه یه دختر توی اسکواد باشه بقیه رو سریع ریم میکنم. دیگه چیکار کنیم دیگه مجبوریم با همینو پلی بدیم. ولی خب بگاه سگ نگه چه فایده. اینا نوبند فقط رنگشون بالاست زیاد بازی میکنن. یه دونه رفرش بزنیم و این خوبه بندارم. این عالیه. لباسشون هرچند که خزه. این چجوریه؟ به نظرم 5 سال داخل بازی لول 71. اوه پشمام. به نظرم داداش استارت کن. آقا بزنیم من چند نفر بیارم اینجور بهتر. اسکواد الیت مستر داخل گیلد هم نباشه که باز بچه ها کسچه میگن. توی گیلد کسچه هست کلن. به نظرم داداشان کریزی یه گل بدن نره. پشمام
داداشم بمون. چی؟ حاجی جان حاجی من چی؟ این داداشمون دختر چرا رفت؟ همشون رفتن. بچه به درک خودمون میریم بازی میکنیم دیگه، هیچ چاره ای نداریم. فرند دادن کریزی بنازم، داداشم کریزی اد فرند داده، فکر کنم میخواد بره کاستون تگ به تگ بده. خب نه 10 توکن اینجا داریم بنازم. تکیه رو ما همش میزنیم دیگه. 188 داریم 200 اصلا بچه نگه کن اینا کسشه رو همشون تقریبا یکی هن. فقط یه ووچر بهشون اضافه میشه. این آخری ست قشنگی هم نیست برای من. ست 490,000 لایک خورده پشمو. بچه اینو 42 مچ بزنیم 50 مچ بکنیم اینم بگیریم. رنگ پلی نریم اینجور بزر. لون ولف بریم با یار رندام. اگه بشه تکی بریم. نه نمیشه. لون ولف بریم بچه اونم بگیریم. فاطمه چیز چطور داداش؟ خوبی عشق منی. کریزی بچه ها ما اصلا با کریزی که پلی نمیدیم. بکنم میخواد بره کاستون. بچه نایف هم گرفتن فکر کنم میخواد فشاری کنه. ما که فقط با شاتگان پلی میدیم. آره نمیر المؤمنین بنازم. اونم قرار بود هد بخوره ولی خب چه فایده. داشون کریزی داره مانو نگاه میکنه رو ویو مونه پشمو. بنازم داداشم هیچ اتفاقی نیفتاد. این از اولی دومی اونلاین. چه دمیج سگ خوردد بخت. ریاکشن هم میده. ای بابا چه نوعت من نمیشه. MP40 داشت نگی تو خدا نگی. MP40 نگی لاغل بیاید اسنایپی یه دونه AUG چیزی مهم نیست. ما فقط با بوتبگر و دیزرت در بیا اگر نه نمیکنم تو کونت بچه بالموس. الان خوب شد. ببینون نوب سگ. ببینون نوب سگ. بچه ریدم بچه. اون که اصلا نوبه. دامبا چه اسم خری ریدی دایی. باید ببین پیچید کبرا. بچه این اکانت فکر کنم خریده 2 تا لبلی داشته فقط اینا رو گرفته. سرش هم که خزنی سایتیه. این هم که فقط بلد ریاکشن بزنه بچه ها. با این اصلا به در نمیخوره. چرا؟ چون این فقط دقت داره. از راه دور عالیه ولی خب از راه نزدیک اصلا بخورش خوب نیست. نگاه کنم از راه دور زیبا میخورد برادر. یارم کیل شد. مدکیت بنازم قشنگ ریدیم. دنس بزنیم.
بچه پشمو واقعا خیلی سخته از این نوب بگیری بخوره. فکر کنم هر دوشون ایرانی باشن یا هر دوشون عرب. خب بنازم داداشم عشق منی واقعا. ببخشید اینو میخواستم. یه نفر رو ویو آدم باشه فقط لایک کنه خیلی باحال میشه. نه من تنها بچه. بچه اصلا این بخورش خوب نیست. اب نره داداش بزرگ میشه یادت میره داداش. تو خدا شو من تنها هم. البته یه دست بیشتر نیست. رانده بعد فقط اسنایپر میگیره جرشون میدم. بذار رانده بعد با من باشه. آبجیمون اومد پایین. آبجی خواهر گرامی کجا رفتی؟ اکبر که آفه همیشه بنازم. این هم ایزی گرفتیم. تنها این که بره اصلا بمیره واقعا. داداشم مرسی. خودم 50 تا گلد گرفتم پشمو. بنازم. داداشم کریزی حاجی چطوری؟ این چی میگه داشت من تو رو حرف بدی نداره که میبرمت کاستوم جرد میدم. پشمون گیلشونه بچه فکر کنم گیل یه میگه تو یوتیوب دیدم. داداش همین الان وسط ویدیوم دیگه دروغ نمیگم دیگه ناموسن. یه خدای وسط ویدیو عشق منی داداش. سابم داری؟ ای بابا چه اگه سابم داشته باشه براش جمعشون میزنم. پشمو آیدی چندن همو بده. بفرست روبیکا. دیگه روبیکا الان بچه تنها آیدیم داخل روبیکا همینه. بزنیم بیاد ناش همینه دیگه. اینو قبل بفرستم من برم لون کاری نداره داشت. چی میخوای برات گیفت کنم؟ بزنم چی میخواد حالا. فکر کنم بچه این از اون کنده فکر کنم همیشه همچی سته در آورده. چون من هنوز تازه یوتیوب شروع کردم. فعلا 50 تا بیشتر ساب ندارم. این داداشم نمیدونم چه از کجا منو شاید واقعا منو میشناسه. بزن این اکانتش رو نگاه کن. 2k لایک داره به نظرم. اینم 2k گیلدشون هم بچه ها مال ایشونه. بزن اینم چی گفته اینجا. اون سته که صورتیه باندل چی بود اسم باندل؟ صبر کن یه لحظه بزنم باندلش کدومه.
بچه باندل های کامل اینو میگه بچه ها، اینو میگه پشمام بچه بزن ببینم. برو داخل روبیکا شات بده برات گیفت کنم برادر من. دیگه حالا ببینیم طرف میاد داخل روبیکا شات بده یا نه. اگه داد که من همینجا براش گیفت میکنم. سب کنیم بچه ها اینو پشمو ریدم. چجوری بود؟ اینجوری افی پیکسل دیگه خدا کنه خوبه چیزی نشد، ستاره نشد. بچه به نظرم اینم یکی از طرفدارامونه. حالا یا دروغ میگه یا راست میگه، ولی خب واقعا طرفداره چون همش رو ویونم بود. ما بریم فقط لون ولف پلی بدیم و بچه تکی رفتن پشمو. ما بریم لون ولف پلی بدیم و اون چیز قشنگه رو بگیم. چی رونالد رولس پشمو. چه این وودپکر بگیرم؟ نه دیزرت بگیرم بهتر. دیزرت بگیرم با دیزرت بکنن تو حلقش و یه از این چیزا. بچه اگه می‌بینید من ویدیو چیزی نمی‌کنم، مثلا ادیت خاصی نمی‌زنم بچه، به خاطر اینکه ادیتور خوشگلم بیاد پیویم، نمونه‌ای که واسه یوتیوبر چیزی کار کرده، آپاراتوری چیزی برام بفرسته و ان شاءالله مشغول شیم. اینم که هدش همش میخوره بچه. دیزرت حقی واقعا، اسکین حقی. این مثل فیلفر مکس نیست اینجا نشون بده. این کجاست؟ آبجی کجایی؟ بیا با هم دیگه فایت بدیم. در بیا نام از سر دست بتیر نکن. من یه خم ندارم میزنم با جرد میدم و میری با مامانت تعریف میکنی و بچه محلاتون باست. نیای حالا بیا داداشمون بنازه. 2 تا کیل ایزی گرفتیم، 230 تا دمیج هم خوردیم. حالا ببینیم آبجیمون اینجا چی میگیره. خواهر گرامی بکنم نایف نه پلیره، ولی خب سگ پلیر رو فشاری ببینه شاد کنه. حاجی این خیلی بعد من پیش مثلا خوب نیست. اولین تیر شاد بود. مثلا نخورن مؤمنین. این شانس اصلا نمیمیره اینا. واقعا مکدرم اگه بیاد میدونم چهش پشمون بچه خیلی خدایی قشنگ خورد. نخورن مؤمنینه دیگه. اصلا این راند نحس بود. نحس بزنی پدرت در میاد. اسخر چی این زلیخا
بابا خواهد بدبخت چی کنید لاشی. این اسنایپره مثل اون اسنایپره بخور نیست. هدشو بزنیم چطوره؟ نمیخوره تو وقتی هدمون نزده هدشو بزنی بهتر. 15 چه دمیج روندی. بله واسه پشمو بچه هدش خوردم خب حساب نکرد بچه همین دیگه. لایک و ساب زنگیل هستون نره ببینم این داداشونم چی شد. باز ادامه ویدیو رو داخل پارت بعدی براتون میذارم. تا الان نیم ساعت طول کشیده. عشق منین. لایک و ساب فراموشی نشه. تا ویدیو بعدی شما رو خدای بزرگ میسپارم.